آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد. یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی‌ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردن. این گردهمایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گرد هم آمدند تا در این باره گفتگو کنند تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد. مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی‌ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم، باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی‌ها در یمن می‌شود، باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفته‌ایم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌های ما را به آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم. اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره می‌کنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش‌های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟ باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود. رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعه‌ای از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم، سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود. درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. در نهایت این که رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله است که به مردم ایران مربوط می شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم، به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود
تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند. حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا این که حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟ این موضوع هیچ ربطی به آمریکا پیدا نمی کند. اما می‌خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می‌آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه‌رو را در می‌آورد. این میانه‌روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفاً نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.